وصیت برای بیگانه ها میشد. مثلا من وفات کنم، از نام من یک مسجد سازیتون از پولی من، بعد باقی موندهش تقسیم کنیتون. گویا این وصیت است. اول صرف و خراجات میت از حساب میت کرده میشد، مانند شستن و کفن و قبر و دیگر و دیگر. بعد از آن قرض میت اگر قرضدار باشد قرضش حساب کرده میشد از همون پولش. بعد از آن وصیتش اجرا کرده میشد به شرطی که از 3 بسیار نباشد. یعنی مثلا $30,000 پول مانده افسوده است، $10,000 حقی وصیت کردن دارد. الثلث و الثلث کثیر. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه کسی یکیش وصیت کند مایلش، لیکن 3 هم بسیار. به جای آنکه آدم میراث خوراش کمبغل ترک کرده برود، بای ترک کرده برفتنش بهتر است که یتکففون الناس، با از مردم گدایی نکنند. بنابراین ابن عباس میگفتن که کاش که مردم از 4 مالشون وصیت میکردن، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که الثلث و الثلث کثیر. 3 وصیت کنی مایلشو، لیکن 3 هم بسیار است گفتن برای وصیت. وقتی که آدم میمرد مال از آن میراث خورا میشه الکی به طریق اتوماتیک. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که وقتی زنده هستی، وقتی قوت داری، دوست میداری، پول را از کم بغل شدن میترسی، در همین وقت صدقه کن. وقتی مرگت نزدیک بیاد و جانت به غرغره بیاد، نگو که اینش از آن فلان چی، اینش از آن فلان چی، نگو که وای الکی از آن فلانی فلانی شد. به طریق اتوماتیک مال از آن شما نیست الکی. مثلا سمالیات از حرکت باز ایستاد موتورش، الکی به سقوط روی آورده ایستاده است. الکی 90% معلوم است که سمالیات می افتد. در این حالت یگان کس گوید که من 50% پولم 1,000,000 پول دارد، مثلا $500,000 در راه اسلام خیر میکنم، گفت قبول نه. برای آنکه جانش، حتی زنهای هم وقتی تولدش نزدیک شود و دردی کودک گیرد و مثلا پولدار باشد و گوید که 50% مالم در راه الله صرف کردم، گوید قبول نه، چون که احتمالی مرگ است. یا کشتی قدیم طوفان شود و چپه شدنش نزدیک شود، اگر آدم وصیت کند مالش، قبول نه وصیتش، برای آنکه وای به معنای غرغره آمدن جانش است. یعنی جانش برآمدنش قریب است. در این حالت الکی مال از آن وای نمیشد، به طریق اتوماتیک مال از آن میراث خورا میشد. لیکن در ایام صحت سلامت بودنش او حق دارد از مالش خیر کند برای دیگرها. لیکن برای میراث خورها خاص وصیت کردن ممکنه. مثلا برای فلان پسرم فلان ماشینم را دادم، گویید، و برای فلانی ولسپید را دادم، گویید، بین آنها بدبینی جنگ پیدا میشد. بنابراین برای فرزندو وصیت کرده نمیشد. اگر مثلا برای همش تحفه دادنی باشد یا خیله، این دیگر چیز است، این میراث نیست. میراث بعد مرگ تقسیم کرده میشه. آدم در وصیتش نویسد که بعد این خواهید که بعد شما جنگ و جدال نشود، وصیت نویسد برای فرزنداش که میراث من طبق دستور الله تعالی تقسیم کرده شود. میراث الله تعالی خودش تقسیم کرده است. یستفتونک قل الله یفتیک. آدم ها آمده درباره میراث تو رو فتوا میپرسن، بگو که الله فتوا میده. میراث هم تقسیماتش الله کرده است. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. الله تعالی شما رو وصیت میکند که برای پسرهاتون 2 برابری نصیبه دختراتون میراث. پسرتون $1,000 گیرد، دخترتون $500 میگیرد، نصفی میراث پسر میگیرد. خلاصه یعنی کسی که خواهد که میراثش به جنگ و جدال تقسیم شود، در وصیتش نویسد که بعد مرگ من میراث من طبق دستور الله تعالی تقسیم کرده شود. تمام. در این حالت گناهکار نمیشید. اگر یک آدم پیش از وفاتش گوید که همه مالا از آنی کنجه فرزند خود سالم، یا همه مالها و فلانی خواجه این، گوید مثلا بعضی دخترها با واسطه سحر یا با واسطه بعضی تحفه ها آمده سری پدر و مادر گرنگ میکنم، پسر را در رسیه یا من به تو خدمت نکرد، این من در بیماریت به تو چای دادم، گفته به نامشون کرده میگیرن خانه ها را فریب کرده. این کارا نادرست است. و کدام آدمی که در آخرین لحظه های حیاتش
میراث من همش بالای فلان بچه‌م گفته میمرد، علما میگن که این آدم به خاتمه بد از دنیا گذشت. یعنی کی؟ الله تعالی میراث تقسیم کرده است، این آدم به تقسیمات الله تعالی راضی نشده، پیش از وفاتش است که میراث باید با گفتی من تقسیم شد، این خیلی این خیلی این خیلی، این گفتن خاتمه بد است. بنابراین خوب است که آدم در وقتی وصیتش، در وقتی مرگش یا پیش از این گوید که بعد من طبق دستور الله تعالی تقسیم کنید میراثم و همین گور و چوبی منم طبق قانون شریعت کنید و نه طبق عادت خلق. شریعت چی گفته باشد؟ بابای من مرا همیشه گفته بودم پیش از وفاتشون، بابای مادری وقتی ما روزای نزدیک بود گفتن که همین اون کس به لفظ خودشون کتاب چیزی که گفتی کتاب کن، کتاب چیزی که گفتی کتاب کتی منو دفن کن، گفتی کتاب کتی منو یعنی معرکه ها ما گذران. اما معرکه ها 8 روز 10 روز دوام میکرد که در جاهای ما. خلاصه طبق شریعت وصیت میکنید برای فرزندان، در این حالت گناهکار نمیشید. الله اعلم.